شما خسته نباشین دوستای عزیز. بند قرغا آمدیم دیگه، من کشتکای خورد دیگه دمو پایدلکی که میگن دمو ششتیم و تانای خود دیدیم پیش از او پلویز آمدیم ما بسیار رقم شدیم دیگه، خسته شدیم و خب گیرشون کردیم و تشکری میکنیم که حاضر شدن به اینکه همراه ما مصاحبه کنه چند دقیقه با هم باشیم. خوش آمدین برادر، خود معرفی کنید. سلام، خوش باشین. سلام عرض ادب خدمت شما دوستای چنل یوتیوبتان. تشکر. امید که جور صحتمند باشین. اسم مبارک شما؟ محمد شایق. محمد شایق جور هستین؟ بخیر هستین؟ خدا سلامت باشین. صحت شما خوب است؟ خیر باشین. از کجا آمدین؟ از تخار اومدیم. خب بسیار خوب. تخار بله. بسیار دور نیست؟ دور از دیگه. چند ساعت شما در سفر بودین که آمدین؟ در سفر 9 یا 10 ساعت. 10 ساعت؟ بله. بسیار دور از دیگه نه؟ دور از فقط. خوش شدیم میدان شما با کابل آمدین، شما را خوش آمدید دیگه. سلامت باشین، زنده باشین. مشایخ برادر چند نفر هستین دوستای شما شته دیگه؟ 7 نفر هستیم دیگه. معرفی کن میشه، مشکل نیست. چنل ما خدمت شماست. شبیر جان دوست آشنا از فامیلا. خب بسیار خوب. یاسر جانم خوش آمدین. دوست ماست. انجینر صاحب مجیب الرحمن. انجینر صاحب خوش آمدین با کابل. بچه کوکایم. الهام جان احمدی بچه امم. احمدی صاحب خوش آمدین. حامد جان بچه کوکایم. حامد جان جور هستین؟ چی کردی اینا کایتا؟ اینا کایتا فرض دیگه نه. دیگه خوب. استایل است دیگه، مشکل نداره. یک آدمای ما اینک میموندیم. بله. حالا فرق میکنه وقت است دیگه. افتاب گرفت دیگه با ماینک شد. یعنی ضرورت بوده به او. خب بسیار سلامت باشین. مشایخ برادر چی خاطره دارین از کابل آمدن؟ کابل خود خاطره نمی برات بگویم قرار بیادر که همی هر گوشه کابل که ما موتور ایستاد کردیم 50 افغانی از پارکینگ گرفتن. هر گوشه کابل که ایستاد کردیم 50 افغانی از پارکینگ گرفتن. یعنی کلام خاطره از یک خودش بیادر، یعنی دیگه راه گشتن هم مفت نبوده دیگه، رایگان نیست. خود دیگه جای تفریح است دیگه حتما. خود دیگه تو موتور تو چه کسی نه دیگه که اومدیم تفریح کسی نگهداری میکنه. بله کابل تفریح اومدیم چکر با دوستان فامیلا دیگه، خوش میگذره. هر خوش باشین دیگه، شب و روزش خاطره است. بخیر باشین. ما هم خوشحال شدیم میدان شما. امید است که از کابل خاطره خوب ببرین. یگان گپ اومد خیر است دیگه. طبیعی خوشحال باشین. شما رو خوش آمدین میگیم میدان شما. خوشحال شدیم از طریق شما با همه جوانای تخار و مامتانای ما سلام احترامات تقدیم می‌داریم. خوشحال هستیم که کنار هم هستیم و در فضای امن زندگی داریم. بخیر باشین. شکر. خوشحال باشین.